سلام دوستان خوب، وقت همتون بخیر. امروز میخوایم در مورد so و to صحبت بکنیم. so و to که قبل از صفات استفاده میشه. تفاوت اینها چیه؟ so حالت یعنی بار معنایی مثبت داره. مثلا شما توی یه خونه 80 متری یا خونه 100 متری اصلا دارید. من این همه خوشبختی محاله ها. This house is so big. این خونه خیلی بزرگه و شما از اون راضی هستید. اما گاهی اوقات صفت بار منفی داره، یعنی میخواد شدت اون رو در منفی بودن و معنای منفی بودن برسونید. اینجا از تو استفاده میکنیم. مثلا 80 نفر آدم توی یه خونه همون خونه 100 متری. میگیم چی؟ میگیم This house is too small. نمیگیم so small. This house is too small for us. این خونه برای ما خیلی کوچیک هست، چون satisfactory نیست یه جورایی، یعنی رضایت بخش نیست برای شما. پس so بار مثبت داره و to بار منفی داره. مراقب خودتون باشید. بای.